علیکم و رحمت الله و برکاته. من از سال 2010 درباره اسلام پژوهش و تحقیقاتم را آغاز نمودم و بعد از مطالعه زیاد درباره این دین زیبا تصمیم گرفتم امروز به تمام دنیا اعلان کنم که از امروز به بعد من یک بانی مسلمانم و با عیسویت خداحافظی کرده‌ام. نه عاشق کسی هستم و نه هم با کدام مسلمان ارتباطی داشته‌ام. اسلامم صرف برای خداست و از امروز به بعد به احترام به دین مقدس زیبا تصمیم گرفتم تا عفتم را حفظ کنم، حجاب بپوشم و با جهان سینما بدرود گویم. قبل از اینکه اسلام بیاورم برایم خیلی مشکل بود تا با تنهایی به هر جا سفر کنم، ولی حال با پوشیدن حجاب احساس آرامش و مسئولیت می کنم و می توانم به هر جا گشت و گذار کنم. دین اسلام را مطبوعات و غیر مسلمانان به من به حیث یک دین پر از خشونت و حامی تروریسم جلوه داده بودند و از نزدیک شدن به مسلمانان ترس و هراس داشتم. اما احساس عجیب به من رخ داد و دلگرمیم به این دین روز به روز زیاد شد تا بالاخره وحدانیت خداوند و برحق بودن این دین برایم ثابت شد و امروز خودم را یکی از مسلمانان میشمارم. خوشحالم، زندگی بهتری دارم، پول، ثروت و فیلم ها را پشت سر گذاشتم و مانند یک دختر مسلمان با عفت و حجاب اسلامی میخواهم بقیه عمرم را با اسلام سپری کنم.